जिसके अंदर गैरत ईमान नहीं है, हमारी तो उससे गुफ्तगू ही नहीं होती। हमारी गुफ्तगू तो उनसे होती है जिनके अंदर कोई हुजूर की इज्जत की गैरत मौजूद है, ईमान मौजूद है। हाँ जी, इनके नजदीक इकबाल कहता है इन गुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। इनको तो अलहम्दु से लेकर वन्नास तक कुरान की एक आयत भी इनको गवारा नहीं है, ये हमें समझाना चाहते हैं। افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شده دریا بابا، میبینم که بغضی توی صداتو، یا زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پر خون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا. یا علی 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 یا علی. سربند زردت شده هم رنگ رو، رد خون خشکه روی گوشه ابرو، اما انگار رفته دلتون جا شد، شب بود و تنهایی و غربت تابود، میریزه آب روون اسما ای وای، رو جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنهای تنها ای وای، میریزه آب روون اسما ای وای، روی جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنها تنها ای وای. عمری این غم قاتل قلبت بوده، وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده، میسوختی و میگفتی یار جوونم، زهرا جان خیلی برات داغت زوده، بابا تو امشب میشی مهمون مادر، از ما بیشتر درد تو میدونه مادر، امشب میشه مرهم زخم سر تو، اشک سرخ چشمای گریه